سلام بیننده های ارجمند، برنامه دیدگاه را از شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان آغاز میکنیم. همانطور که میدانید چند پیش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه شد که در آن میتوان گفت که برای تمام بخش های حیات جامعه راهنمایی ها و سپارش ها برای 1 سال داده شد. در این پیام پرزیدنت مملکت وقتی وضع سیاسی جهان را تحلیل میکرد، تروریسم را در همه شکل‌های آن محکوم نمود، اما تأکید کرد که نباید نام پاک اسلام را با تروریسم آلوده کرد، زیرا این اشتباه محض است. و این پاسخ به بعضی رسانه‌های بود که با استفاده از اینکه بعضی گروه‌ها با نام اسلام و با پرچم اسلام دست به عمل‌های تروریستی میزنند، میخواهند نام همه مسلمانان و همه کشورهای اسلامی را بد کنند. این است که پرزیدنت مملکت تأکید کرد تروریسم به اسلام هیچ ارتباطی ندارد. تروریست نه دین دارد، نه مذهب، نه ملت و در هر کجایی که هست و به هر شکلی که هست باید محکوم کرده شود. امروز ما با استودیو یکی از کارشناسان مسئله های دینی و سیاسی تاج الدین عصام الدین زاده، معاون رئیس کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را دعوت کرده ایم تا در همین موضوع، یعنی در موضوع ارزش های دینی صحبت نماییم. خوش آمدید محترم عصام الدین زاده. واقعا در دنیای امروز که میتوان گفت مردم از نظر اطلاعاتی بمباران میشوند از طرف این همه رسانه های زیاد و در اکثر مورد ما سخن از تروریسم و تروریستان میشنویم و متاسفانه اکثر اینها با نام اسلام پا به میدان سیاسی و نظامی گذاشته‌اند. واقعا نه تنها برای جامعه های غربی، برای خود جامعه های مسلمانی هم شناخت ارزش های واقعی دین اسلام دشوار شده است. اکنون با تکیه به همین فرمانده های پرزیدنت مملکت در پیامشان من میخواستم صحبت را از این آغاز کنیم که ارزش های واقعی دین اسلام چی ها هستند و این دین به خاطر چی آمده است، به خاطر چی نازل شده است؟ بله، بسیار درست و به مورد قید کردید که اون دیدگاه خاص و اون نگاه خیرخواهانه که در سیاست سرور دولت وجود دارد نسبت به ارزش های بالا و مقدس دین مبین اسلام و حمایت پاکی و به آلایشی این دین قابل قدردانی و قابل ارزش‌گذاری است. اولین چیزی که در اینجا به نظر من میرسد که باید بیان شود، دین مقدس اسلام برای پیشنهاد نمودن یک حیات طیبه و پاک و بشریت نازل شده است. در قرآن کریم آیت های فراوان به این مسئله اشاره دارد. از جمله در جایی هست که میگوید ای انسان ها خدا و رسول او را دعوتش را بپذیرید، آن دعوتی را که شما را به سمت زندگی پاک و به آلایش و به سمت حیات میخواند و دعوت میکند. اولین شعار همین بوده است، یعنی وقتی پیغمبر و میان مردم آمد نه خشونت و نه ترس و وحشت در دستور کار آن کس نبود، بلکه همش دعوت به زندگی پاک به آلایش، برای به نظم در آوردن زندگی و برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی مردم فعالیت داشت و دستور میداد یا تبلیغ میکرد. شما در آغاز پیدایش اولین جامعه مسلمان نشین در مدینه منوره که با نام مبارک حضرت پیغمبر مدینه النبی نامیده شد، یثرب نام داشت. در یثرب پیش از آمدن پیغمبر و آمدن همین دستورات مقدس دینی مبین اسلام بین دو قبیله اوس و خزرج شاید زیاده از 200 سال جنگ ها و کشمکش ها و درگیری ها، قتل و غارت ها وجود داشت و با آمدن این دین اون جنگ ها و کشمکش ها و اون کشتار ها از بین رفت، اونها رو به سمت حیات آسایشته کشوند. اولین شعاری که در دین مقدس اسلام است حیات بخشی و به زندگی زیبا و آسایشته هدایت کردن مردم است. پس وقتی که ما میبینیم با هیچ کدام از رفتارهایی که کسانی افراطگرا و تروریست دست به آن میزنند، این شعار اولین اسلام سازگاری ندارد. خب
این اسلام مقدس دعوت به حیات آسایشته و آرامش میکند، آنها باشند دعوت به جنگ و جدال و خونریزی. خب در این میان همین گروه هایی که مثلا از گروه دولت اسلامی گرفته تا چندین گروه های دیگری که اکنون همچون گروه های تروریستی شناخته شده اند، خب وقتی که هدفشان رسیدن به اون مقصدهای سیاسی خود است و به مقصدهای اقتصادی و همینطور قانع کردن طلبات آن کشورها یا سازمانهای ابرقدرتی که آنها را با وجود آوردند و حمایت میکنند، به نظر شما خب چرا آنها با نامهای دیگر نیو محض با نام اسلام و با پرچم اسلام این کارهای خود را انجام میدهند؟ این بحث در حقیقت به این جا برمیگردد که استفاده از مفهوم‌های دینی و استفاده از معیارهای دینی برای جلب کردن پیروان دین در صورت امکان پذیر می باشد که پیروان آن دین به شکل تام و کامل از آن دین پیروی کنند و در این صورت است که می توان از آنها هم استفاده بهره‌های خوب برداشته شود و هم بهره‌های سیاسی و با مقصدهای غرضناک. بنابراین اگر در دولت‌هایی که میخواهند از این موضوع سوء استفاده کنند پیروان این دین وجود نداشته باشد یا کمتر وجود داشته باشد، بهانه دیگر یا علت دیگری است که میتوانند از این دین بهتر برای رسیدن به هدفها و غرضهای خود استفاده نمایند. پس دو تا عامل شد، یکی این که پیروان این دین به شکل کامل از میخواهند یعنی تلاش میکنند از دین خود اطاعت نمایند، برخلاف دیگر ادیان که تقریبا میشود او کمرنگ است اطاعت از دین خودشان. دو اینکه اون کسانی که میخواهند از این مسئله سوء استفاده نمایند شاید خطری را که از پیروان این دین در داخل خود در داخل کشورهای خود احساس میکنند کمتر باشد. بنابراین با این دو عامل آنها رو به اسلام و پیروان اسلام آوردند. خب در همین حال آیا به نظر نمی رسد که در خود جامعه های غربی هم، حالا این از طرف دولت هایشان است یا از طرف بعضی دایره ها نمیدانم، یک کوشش در جریان هست که همین جدایی بین جامعه های اسلامی و غربی در خود غرب در خود اروپا به وقوع پیوندد؟ خب همین حادثه چند پیش که با مجله معروف فرانسوی شد، خب اول آنها کاریکاتورای توهین‌آمیز یا به احترامانه نسبت به پیامبر اسلام کشیدند. خب بعد از اون حادثه که اون چند نفر وارد اداره مجله شدند و این کارا کردند، چند نفر را کشتند، ما دیدیم که تمام جهان اسلام هم سازمان‌های دینی محکوم کردن این عمل تروریستی را، یعنی عمل همدین خود را محکوم کردند چون اون یک عمل تروریستی بود. اما این مجله در شماره بعدیش گویا برقصدانه باز هم همون صورت به احترامانه و کاریکاتورای پیامبر اسلام را چاپ کرد و به تعداد چند میلیون. خب یک فضای آنجا با وجود اومد که باز همون کشورهای اسلامی که یک هفته پیش در پهلوی دولت فرانسه ایستادن و این عمل تروریستی که از طرف دو بنام مسلمان انجام شده است محکوم کردند، همه آنها در مقابل قرار گرفتند و باز این عمل آنها را محکوم کردند. اکنون در این لحظه حساس آنها بازم به همون حساس ترین تار مسلمانان دست دادند. خب اینجا به نظر شما در چنین حالت چی باید کرد تا در سطح وسیع اقلا بین جامعه های بزرگ مسلمانی و غیر مسلمانی این نفاق ها و جدای اندازه ها با وجود نآید؟ یک نگاه بسیار گذرا و مختصر در رابطه با این حادثه و چی باید کرد. آیا اجازت چنین کار به کسی داده شده است، چی از نظر قانون، چی از نظر عقل و منطق و حتی چی از نظر دینی آنها که خود را پیروی آن دین میدانند؟ من اگر خطا نکنم در سخنهای پاپ ریم وقتی که به فیلیپین رفته بود در همون ایام فکر میکنم همین عمل را که مسخره کردن شخصیت اعتقادی یک ملت یا که یک ایده از مردم بزرگ، ایده بزرگ از مردم جهان هست محکوم نمود. گفت که با همین بیان که اگر نسبت به پدر یا مادر شما چنین تحقیر و توهین صورت گیرد آیا شما ساکت میمانید یا این را خوش میپذیرید همچون آزادی بیان میپذیرید؟ در دین مقدس اسلام هم آزادی بیان و نقد اندیشه وجود دارد. در آیه کریمه هست که کسانی در این دنیا
به نجات و رستگاری میرسند و رشد مییابند که سخنهای گوناگون و نظرها و دیدگاههای مختلف رو میشنوند، یستمعون القول، و از بهترین آن با نقد و نظر، با تحلیل کردن بهترین آن را پیروی میکنند. در این صورت است که انسان به فلاح و نجات میرسد. پس اسلام منادی و دعوت کننده به سمت تحلیل و نقد نظر هست، تنقید سازنده و تنقید یا که نقد و تحلیل برای انتخاب بهترین راه. اما مسخره کردن چی؟ مسخره کردن را اسلام در داستان حضرت موسی وقتی به قومش دستوری اونها میگویند که خب نفر کشته شده است، ما باید آن را آشکار کنیم که چی کسی قاتل بوده است. در سوره بقره آنجا حضرت موسی به قومش میگوید که شما خداوند دستور داد که گاو رو، یعنی سوره بقره به همین خاطر سوره گاو یعنی نامیده شده است، گاوی را باید ذبح کنید، بکشید و به یک قسمتی از بدن آن گاو و آن مرده بزنید، آن مرده خودش زنده شده قاتل خود را معرفی میکند. در اینجا بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن آیا تو ما رو مسخره میکنی؟ حضرت موسی گفت که پناه بر خدا که من از جاهلان باشم. یعنی مسئله مسخره کردن را با جهالت ربط میدهد. میگوید کسی به مسخره کردن دیگران دست میزند که جاهل است. جاهل از چه چیز؟ جاهل از شناخت خود، یعنی نه خود را شناخته است. جاهل از شناختی کسی که آن را میخواهد مسخره کند و جاهل از نتیجه این عمل. مسخره کردن جهالت است. اما چی باید ما بکنیم؟ آیا کشتار مثل اونهایی که انجام دادن؟ این را هم قرآن و اسلام محکوم میکند. شما چرا باید آنها را بکشید؟ چرا با این رفتار ناشایست خود اسناد و آسیب و او عنوان پاک و مقدس اسلام برید؟ چگونه باید رفتار کرد؟ در حالی که اسلام از 1400 سال پیش در همین قرآن کریم دعوت به گفتگو و مناسبت نزدیک بین تمدن ها گفت بیایید تعالوا، به اهل کتاب گفت بیایید تا ما در گرد یک کلمه واحده با هم جمع شویم. یعنی به مسیحیان و یهودیان، به اهل کتاب، به مسیحیان، به پیروان ادیان دیگر گفت که بیایید ما در یک جا آسایشته زندگی کنیم، نه اینکه ما از هم جدا باشیم. پس چگونه رفتار باید بکنیم؟ بله. رفتار این است. اون تصوری که من در همان روزها میکردم، ای کاش هر مسلمانی که در فرانسه زندگی میکرد، در آلمان زندگی میکرد، در انگلیس زندگی میکرد، دسته گل یا شاخه گل در کنار او وصف از اوصاف پیامبر نوشته مثل یک لوحه تبلیغی اسم مبارک اون هست، به دست هر رهگذری میداد که شما این گونه پیغمبر رو باید بشناسید و با این پیغمبر روبرو هستید، با این شخصیت روبرو هستید و با کسی که پیروی اوست و با شما با شاخه گل مراجعت میکند روبرو هستید. کسانی که این کارو کردند، مثلا تمسخر کردند با پیامبر اسلام، آنها نقص می‌دارند که این کارا با پیامبر نه، با مسلمانان کردن. یعنی میخوان که احساس مسلمانان را بیدار کنند و البته آنها شاید میدونستند که چنین واکنش‌های خواهد شد. و ببینید که در اروپا طبق بررسی‌های خود سازمان‌های سنجش افکار عموم تا سال 2030 تعداد نیروی کاری که در خود اتحاد اروپا کار خواهد کرد 30 میلیون است. یعنی اروپا با 30 میلیون نیروی کاری احتیاج پیدا خواهد کرد. خب این 30 میلیون از کجا میروند؟ از کشورهای اسلامی. اکنون ما بخواهیم نخواهیم یک به هم آیه بین جامعه اروپایی و جامعه مسلمانی با وجود میاد. آنها همسایه میشوند، همکار میشوند. خب اکنون تعجب این است که اروپای متمدن به جایی که از حالا یک سیاست را در پیش بگیرد که همزیستی مسالمت آمیز باید جاری شود که خواهند نخواهند با این مسئله روبروند و از حالا دنبال این گونه کارها بیدار کردن احساسات و از این طرف هم یک گروه آدمان اینها هم جاهل هستند که خود را مدافع اسلام نشان داده و با سلاح وارد مثلا اداره مجله شده این کار انجام میدهند. یعنی با وجود آوردن این گونه حادثه ها همان جدایی ها را بیشتر میکنه. شاید آنها فکر میکنند که با این راه وارد شدن مسلمانان مهاجر یا همین جویندگان کار را میبندند، ولی برعکس با این راه برعکس اختلاف و نفاق و بدبینی زیاد میشود. همونطوری که دیدیم
اگر تا یک هفته پیش از آن تمام عالم اسلام در پهلوی فرانسه بود، بر ماتم او شریک بود، با این دوباره چاپ کردن این عکس همه آنها جدا شدند و در مقابل فرانسه قرار گرفتند. خب شما بسیار توصیه جالب کردید که مثلا با یک دسته گل، ولی فکر میکنید آیا این کافی است؟ آیا کارهای علمی، کارهای فکری و نمیدونم باز کارهای دیگری که نشان بدهد که مثلا مسلمانان صاحب این گونه ارزش‌ها هستند، نه اون ارزش‌هایی که تروریستان پیشنهاد میکنند، ارزش‌های واقعی، در این زمینه چی باید کرد؟ در حقیقت همون تعصبی که بسیار در همه جا مشکل ساز می شود، چی در داخل دین و چی در بین ادیان و اقوام، همون تعصب باعث می شود که آنها با این گونه رفتار بخواهند اون منافع زودگذر شخصی یا گروهی خود را حمایت کنند. ولی در هر صورت کارهای فراوان علمی هم در زمینه شناخت دین مقدس اسلام، من کتاب ادبیات زیاد به زبان انگلیسی و عربی که در غرب پخش می شود، مخصوصا عربی، دیدم که معرفی اسلام را نموده است. ولی در هر صورت این توصیه شما توصیه بسیار بجا و خوبی هم هست. می توان گفت که با توجه به شرایط و وضعیت نو که در دنیای امروز حاکم شده است، شرایط سیاسی و اجتماعی، ما اگر پیروان دین مقدس اسلام بتوانند به پژوهش‌ها و تحقیق‌های نو و پیشنهاد نمودن در واقع معرفی نامه یا شناسنامه نو از اسلام و مسلمانان به شکل کتاب‌ها، جزوه‌ها یا بروشورها اقدام کنند، بسیار اقدام مناسبی خواهد بود. و چه خوب است که اگر یک مسلمانی که مثلا در یک جامعه اروپایی زندگی میکند، پیش از همه تمام قانون‌های آنها را رعایت کند، با فرهنگ باشد، با مدنیت باشد، در عین حال مسلمان باشد که آنها در سیمای مسلمانان چنین اشخاص را بینند. در رابطه با رعایت قانون‌ها در اصلی ترین سرچشمه دین مقدس اسلام دستور همین است: اوفو بالعهود و اوفو بالعقود. وقتی من همچون یک فرد مسلمان یا شما با کشور دیگری وارد میشویم، در آمدن یا اینکه در وارد شدن، هم دریافت ویزا و هم در وارد شدن به مرز آن کشور، برگه های ورقه های را پر میکنیم. در اونجا بعضی از معلومات داده شده است که قانون های این کشور باید رعایت شود فلان. یعنی در حقیقت ما عقد نامه یا که عهد نامه امضا میکنیم و رعایت کردن همین باید پایبند قانون های داخلی، مثل هموطنان ما که مثلا در روسیه میروند، بسیار قانون های اونجا را رعایت کنند. باید به آن قانون های کشور همچون قانون های شریعت رعایت کنیم. یعنی همان گونه که فرضها و سنتها و مستحباتی که در داخل دین ما وضع شده است و ما اون را رعایت میکنیم، یکی از دستورها وفا کردن به عهد و رعایت کردن عقدنامه ها و شرطنامه هایی که امضا کردیم ضروری و حتمی میشود، مثل فرض میماند. و بخواهیم نخواهیم این مسئله هست که انا همان شخص ها یا گروه هایی که با سوء استفاده از اسلام دست به عملهای میزنند برای هدفهای سیاسی و یا نظامی و یا اقتصادی خود، آنها تأثیر خود را میگذارند نه تنها بر جامعه های اروپایی در شناخت اسلام، بلکه به جامعه های خود مسلمانی. و حالا اگر برگردیم به کشور خودمان، به تاجیکستان هم، درباره همین کسانی که با نام اسلام یک گروه مردم را آنقدر شیفته خود میکنند که آنها حتی نه تنها دستان او را بلکه ماشین او را و پای او را و اون پایانداز اون را میبوسند. این گونه تعصب از کجا در ما پیدا شده است؟ نظر شخصی شما درباره همین گونه افراد چیست و جامعه با آنها باید چگونه رفتار کند؟ متاسفانه مشکل اساسی عدم شناخت یا نداشتن شناخت درست از معیارهایی که در شریعت وضع شده است و از عملهایی که در شریعت برای ما دستور شده است، هم از طرف شخصی معین و هم از طرف جامعه به مشاهده میرسد. یعنی هم عموم مردم و هم اون شخصی که مورد احترام افراطی قرار میگیرد، به شکل افراط و از حد زیاد قرار میگیرد، هر دوتا از ارزش‌های اصلی اسلام بخبرند. همین شخصی که ما با او اینقدر احساس احترامی فوق‌العاده و بیش از حد داریم، تا چه اندازه به پیغمبر شباهت دارد؟
رفتار او با پیغمبر شباهت دارد. بهایی که با چنین رفتارها داده می شود در حقیقت این است که یک نوع سوء استفاده اقتصادی و اجتماعی از دین است و کسانی پیدا می شوند که دین را دکان تجارت شخصی خود قرار می دهند. از دین و از مفهوم دین، نه حقیقت دین، از اعتقاد مردم، از اعتقاد مردم و از این سادگی مردم برای رسیدن به یک مال و منال، برای رسیدن به یک جایگاه در اجتماع، جایگاه دروغین و کاذب استفاده میکنند که در شعر از حافظ باشد: اگر حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولیک دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. در حقیقت اینها دام تزویر، دام نیرنگ و حیله و برای بدام انداختن مردم و جلب نمودن منافع بیشتر برای خود از همین راه و واسطه استفاده میکنند. بله، خب تشکر. به هر حال هرچند سطح معرفت مردم بالا رود به همان اندازه خرافات و تعصب هم کمتر می شود. خب تشکر میگم به شما بیننده های گرامی. تاج الدین عصام الدین زاده، معاون رئیس کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود که دقیقه چند درباره ارزش های دینی صحبت نمودیم. نباید گذاشت تا از اعتقاد ما سوء استفاده کنند، چه آن گروه هایی که دست به عمل های تروریستی میزنند و با برداشتن پرچم اسلام میخواهند جوانان ما را فریفته کرده به دام خود کشند، چه شخصیت های علاهده که در کشور پیدا میشوند و خب با نام های خود ساخته و خود بافته و همونطور که اینجا کارشناس ما گفتند با پهن کردن دام تزویر از اعتقاد مردم سوء استفاده میکنند و میخواهند از خود پیامبر بتراشند. اینجا با امید معرفت و پیشرفت و سازندگی برنامه دیدگاه را به آخر میرسانیم. سلامت و سربلند باشید.